وقتی بفهمی قرار دیگه هیچ بحثی رو نبری، تازه میفهمی چرا اصلا نباید دنبال بردن باشی. چون برنده شدن توی یک دعوا یا یک بحث همون چیزیه که باعث میشه خیلیا قدرتشون کمتر از سابق بشه، احترامشون کم بشه و کنترل زندگیشون رو از دست بدن. آخرین باری که توی یه بحث برنده شدی رو به یاد بیار. شاید با پارتنرت بوده یا شاید با همکارت، شاید هم با یه نفر توی اینترنت که حس کردی باید صحبتش رو اصلاح کنی. حرفت درست بود، دلیل داشتی، منطقی بودی، ولی واقعاً چی بهتر شد؟ رابطتون گرمتر شد؟ همکاریتون راحت‌تر شد؟ کسی بهت احترام بیشتری گذاشت؟ مطمئناً نه. توی این ویدیو من میخوام به چند تا سوال جواب بدم. چطور میتونی بحث نکنی و در عین حال به چیزی که میخوای برسی؟ چرا اصلا نباید با کسی بحث کنیم؟ چرا همه دلشون میخواد بحث کنن و راهکارش چیه؟ اگر تو هم مثل من دلت میخواد جواب این سوالها رو بدونی، باید با دقت به من گوش بدی. هرچی توی دعوا بیشتر حق با تو باشه، فضا سردتر میشه. این همون چیزیه که ماکیاولی خیلی خوب میفهمید. کسی که توی بحث برنده میشه معمولاً جنگ رو میبازه. هدف این نیست که توی حرف زدن کسی رو شکست بدی. هدف اینه که آروم و بی سر و صدا نتیجه رو به سمت چیزی که میخوای هدایت کنی، بدون اینکه مقاومت، لجبازی یا واکنش منفی ایجاد بشه. برای همینه که قوی ترین حرکت توی هر بحثی اینه که اصلاً واردش نشی. جواب اینه که باید تعریف بردن رو عوض کنی. بیشتر آدم‌ها بحث رو مثل مسابقه می‌بینن. یکی امتیاز میگیره، یکی تحقیر میشه، یکی عصبانی میره. این سرگرمیه، نه استراتژی. از نگاه ماکیاولی تو فقط وقتی برنده‌ای که 3 چیز اتفاق بیفته: نتیجه به چیزی که میخوای نزدیکتر بشه، رابطت آسیب نبینه و طرف مقابل حس کنه منصفانه باش برخورد شده یا حتی فکر کنه ایده از خودش بوده. اگر یکی از این 3 تا خراب بشه، برد نیست، یه لذت لحظه‌ایه که قدرت بلند مدتت رو کم میکنه. پس اولین تغییر ذهنی اینه: هدفت بردن بحث نیست، هدفت کنترل جهته، اینکه فضا رو آروم آروم به سمت نتیجه‌ای که میخوای ببری. وقتی اینو بفهمی، کل حرف زدنت با آدم‌ها عوض میشه. حالا میرسیم به ترفند اصلی ماکیاولی: هیچ وقت روی زمینی نجنگ که خودت انتخابش نکردی. بیشتر بحث‌ها دعوتنامن. یکی یه طعنه میندازه، یه انتقاد میکنه، یه حرف سیاسی میزنه. واکنش طبیعی اینه که دفاع کنی، جواب بدی، ثابت کنی اشتباه میکنه، ولی همین واکنش طلست. پس قدم اول برای بحث نکردن اینه که دعوتنامه ها رو قبول نکنی. این کار رو با کنترل کردن خودت، لحنت و سوالهات انجام بده. اول از همه باید حواست به ایگو باشه، چون همونجاست که بیشتر آدم ها میبازن. فرض کن توی جلسه هستی و همکارت میگه به نظرم برنامت منطقی نیست، 2 سال پیش یه چیزی شبیه این امتحان کردیم و افتضاح شد. ناخودآگاه میخوای بگی این اصلا شبیه اون نیست، اصلا خوندی من چی نوشتم؟ شاید اصلا حق با تو باشه، ولی اگر این مسیر رو بری چی میشه؟ تبدیل میشه به یه بحث جلوی همه. تو حس میکنی حمله شده، اونم همینطور. هر کی به بازه دلخوری میمونه. حرکت ماکیاولی اینه که زمین بازی رو باید خنثی کنی. خیلی ساده بگو نکته خوبیه، از نگاه تو دفعه قبل چی خراب شده؟ همین یه جمله 3 تا کار میکنه. طرف مقابل رو آروم میکنه، چون حس میکنه حرفش شنیده شده. تو رو از حالت دفاعی در میاره و میذاره اطلاعات جمع کنی و تمرکز رو از تو بر میداره و میذاره روی تجربه قبلی. دیگه تو زیر ذره‌بین نیستی، اون اتفاق قبلی زیر ذره‌بینه. تو داری سوال میپرسی و هیچ دفاعی هم نمی کنی. انرژی بحث عوض میشه و دیگه دعوایی در کار نیست. ماکیاولی میگه وقتی کسی به ایدت حمله میکنه به حرفش جواب نده، به انگیزش جواب بده. آیا داره از موقعیتش دفاع میکنه یا از غرورش یا از ترسش؟ تا وقتی دنبال جواب دادن باشی این چیزها رو نمیبینی. پس قانون اول اینه که وقتی حس کردی میخوای بپری وسط، یه سوال واقعی بپرس. از نگاه تو مشکلش چیه؟ بیشتر چی اذیتش میکنه؟ چرا این برات مهمه؟ آدم‌ها معمولاً از توضیح دادن بدشون نمیاد. وقتی دارن حرف میزنن حمله نمیکنن و تو داری اطلاعات جمع میکنی و اطلاعات یعنی قدرت. حالا از محیط کار بیایم بیرون. فرض کن شریک زندگیت میگه تو هیچ وقت به حرفام گوش نمیدی، همیشه سرت تو گوشیه، اصلا برات مهم نیست من چی میکشم. اگر بگی اینطور نیست، داری اغراق میکنی، عملاً داری میری وسط دعوا. شاید حق با تو باشه ولی جنگ رو باختی. یه جواب بهتر اینه که
حق داری، این مدت زیاد تو گوشی بودم، فکر میکنی چی رو از دست دادم به نظرت؟ اینجا نداری خودتو کوچیک میکنی، نداری تقصیر رو گردن کسی میندازی، داری احساسش رو تایید میکنی و بحث رو از حالت اتهام میبری به سمت جزئیات. این یعنی کنترل. ماکیاولی بارها در مورد ظاهر حرف زده. آدم‌ها بر اساس واقعیت رفتار نمی‌کنن، بر اساس احساسی که از واقعیت دارن رفتار می‌کنن. پس کسی که ناراحته، بدترین کار اینه که با منطق بری سراغش. نباید اینطوری حس کنی، یعنی تضمین می‌کنی 2 برابر بدتر حس می‌کنه. تاکتیک دوم اینه که احساس رو تایید کنی و داستان رو هدایت کنی. اگر این کارو بکنی، این دیگه بحث نیست، همکاریه. حالا میرسیم به یکی از مهمترین بخش‌ها که حفظ آبروئه. ماکیاولی میگه آدم‌ها حاضرن تصمیم بدشون رو نگه دارن فقط برای اینکه مجبور نشن اعتراف کنن که اشتباه کردن. غرور از منطق قوی تره. اگر کسی رو مجبور کنی بین حقیقت و غرورش یکی رو انتخاب کنه، تقریبا همیشه غرورش رو انتخاب میکنه و بعدن یواشکی ازت انتقام میگیره. پس قانون سوم اینه که وقتی میخوای نظر کسی رو عوض کنی، کاری نکن که احساس کوچک شدن بکنه. بیشتر بحث ها همینجا خراب میشن. ما اصلاح میکنیم، توضیح میدیم، آمار میریزیم بسط، ولی طرف فقط میشنوه که تو نمیفهمی. ترفند ماکیاولی اینه که همیشه یه راهی بذار که طرف با حفظ آبرو عقب نشینی کنه. به جای اینکه بگی اشتباه میکنی، بگو خیلی ها همینطوری فکر میکنن، ولی خب یه چیز جدیدم هست که باید باش آشنا بشی. این یعنی تو بالاتر از اون نیستی، کنارشی. یا توی کار راه حل تو A و B رو خوب پوشش میده. تنها نگرانی من Cه. چی میشه نسخه تو رو نگه داریم و یه بخش کوچیکم اضافه کنیم که C رو پوشش بده. اینطوری ایدهش رو خراب نکردی، ارتقاش دادی. این روش با آدم‌های سختگیر هم جواب میده، مخصوصا با اونایی که همیشه میخوان حق با اونا باشه. راز کار با این آدم‌ها اینه که حق رو ازشون نگیریم، فقط جهتش رو عوض کنیم. اینطوری هم تو جلو میری، همون حس میکنه که همچنان آدم دقیق و هوشیاریه. اینها بازی روانیه، نه فریب. ماکیاولی نمیگه بد باش، میگه واقع بین باش. آدم‌ها پیچیدن. گاهی اوقات منطق تنها ابزار توی دست ما نیست. تا اینجا گفتیم که دعوتنامه بحث رو قبول نکن، سوال بپرس، احساس رو تایید کن و آبرو رو حفظ کن. حالا بریم سراغ یه سناریوی کامل. فرض کن توی یه جلسه هستی، وسط ارائت یکی میگه این خیلی پیچیده است، لازم نیست چرخ رو دوباره اختراع کنیم. بیشتر آدم‌ها یا عقب میکشن یا حمله میکنن. ولی تو میگی میفهمم، سادگی همیشه بهتره. از نگاه تو بزرگترین مشکل ادامه دادن روش فعلی چیه؟ حالا اون باید وارد جزئیات بشه. تو هم نکاتش رو تایید میکنی و بعد نشون میدی طرح تو دقیقاً همون نگرانی ها رو پوشش داده، بدون بحث، بدون تنش، فقط هدایت. این یعنی کنترل چارچوب. وقتی چارچوب رو تو تعیین کنی، لازم نیست بحث کنی. حالا بریم سراغ زندگی شخصی. فرض کن یکی از اعضای خانواده همیشه انتخابای تو رو نقد میکنه، شغل، رابطه، هر چی. تو هم هر بار هرس میخوری چون نمیتونی همیشه دوری کنی. پس هدفت این نیست که قانعش کنی، هدفت اینه که آرامشت رو حفظ کنی و نذاری بقیه رو تاثیر بذارن. وقتی میگه نمیفهمم چرا اون کار ثابت رو ول کردی، تو میگی میدونم از نگاه تو عجیب به نظر میاد، تو همیشه ثبات رو ارزش میدونی، من بیشتر دنبال رشد چالشم، اولویت‌های ما با هم دیگه فرق داره. اگر ادامه داد میگی ممکنه اشتباه کنم، ممکنه نکنم، ولی انتخابیه که خودم مسئولیتش رو قبول میکنم. نه با دعوا، نه با دفاع، فقط با مرزگذاری. یکی از ترفندهای مهم اینه که بذاری فکر کنن ایده از خودشونه. مثلا میخوای که تیمت ابزار جدید استفاده کنه، اگه مستقیم بگی این بهتره، مقاومت میکنن. ولی اگه چند هفته قبل ازشون بپرسی بیشتر از چی ناراحتید، کجای کار وقت تلف میشه، بعد که ابزار جدید رو معرفی میکنی میگی خیلیاتون گفتید A و B اذیت کننده است، این ابزار دقیقاً همونا رو حل میکنه. اینطوری حس میکنن ایده از خودشون بوده، نه دستور تو. حالا چند تا تکنیک سریع. یکی چک کردن دما. وقتی بحث داره داغ میشه، آروم بگی احساس میکنم فضا داره تند میشه، نمیخوام تبدیل به دعوا بشه، بیایم ببینیم دنبال چی هستیم دقیقاً. این جمله جادو میکنه. تکنیک بعدی وقفه زمانیه. لازم نیست فوراً جواب بدی، بگو اجازه بده فکر کنم و بعد جواب میدم. این فاصله کنترل رو برمیگردونه. تاکتیک بعدی نوشتنه.
وقتی بحث کلامی داره احساسی میشه بگو بذار من نظرم رو بنویسم، تو هم نظرتو اضافه کن. نوشتن تنش رو کم میکنه. تاکتیک بعدی معیار سومه، یعنی به جای من و تو یه معیار بیرونی بیاری وسط. مثلا بگی خب آخرش مشتری مهمه، کدوم گزینه به نفع اونه؟ و آخرین تکنیک سکوته. سکوت خیلی قدرت داره. خیلی وقتا وقتی سکوت میکنی طرف خودش حرفش رو اصلاح میکنه. و آخرین نکته، بعضی آدم ها اصلا قابل قانع شدن نیستن، نه چون حرفت بد یا غلطه، بلکه چون هویتشون گره خورده به مخالفت با تو. با این آدم ها بحث کردن مثل حرف زدن با دیواره. مشکل دیوار نیست، مشکل اینه که تو هنوز داری با دیوار حرف میزنی. پس یه لیست ذهنی داشته باش. با این آدم ها بحث نمی کنم. مؤدب میمونی، آروم میمونی، ولی انرژی نمیدی. قبل از هر بحثی از خودت بپرس چی میخوام، اون چی میخواد، چطور میتونم به نتیجه‌ای که میخوام نزدیک بشم بدون اینکه چیزی که اون میخواد رو ازش بگیرم. وقتی این ستا رو ببینی تقریبا هیچ وقت لازم نیست بحث کنی، فقط هدایت میکنی. در نهایت وقتی تو آروم، محکم و واضح باشی آدم‌ها کمتر باهات میجنگن، بحث‌ها از بین میرن چون دیگه سوخت نمیدی. ماکیاولی میگه آدم‌هایی که وقتشون رو صرف بحث درباره اینکه دنیا باید چجوری باشه میکنن معمولاً توسط آدم‌هایی که دنیا رو همونطور که هست مدیریت میکنن شکست میخورن. بیشتر بحثایی که توی زندگی داشتی چی رو عوض کرده؟ تقریباً هیچی. ولی چی ازت گرفته؟ زمان، انرژی، آرامش، رابطت. از این به بعد هر وقت خواستی جواب بدی یه لحظه مکث کن و از خودت بپرس راه هوشمندانه تری هم هست؟ معمولاً هست و تقریباً هیچ وقت اون راه بحث کردن نیست، نه داد زدن، نه ثابت کردن، نه کوبیدن طرف مقابل. هدف اینه که نتیجه رو هدایت کنی، قدرتت رو حفظ کنی و اجازه بدی طرف مقابل احساس ارزشمندی کنه. وقتی این کار رو بکنی کم کم میبینی آدم‌ها بیشتر بهت گوش میدن، کمتر مقاومت میکنن و بدون اینکه تو چیزی رو ببری زندگی بیشتر به نفع تو پیش میره. این همون ترفند ماکیاولیه، همون ترفندی که میگه نباید هر بحثی رو ببری، بلکه باید کاری کنی اصلاً بحثی لازم نباشه، چون قدرت دست توه و از قبل بازی رو بردی.